انس رضی الله عنه میگوید که همراه صحابگان و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مسجد نشسته بودیم که آن زمان یک مرد اشتر سوار آمد و داخل مسجد شد. میگوید هنگامی که داخل مسجد شد از شتر فرآمد و شتر خود را در مسجد خواباند و آنجا بست. بعد از آن سوال کرد: محمد کدام یکی از شمایان است؟ و همان دم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در بین صحابگان نشسته بودند و ما گفتیم همین شخص خوشچهره که اینجا نشسته است و تکیه دارد این محمد صلی الله علیه و سلم است. آن شخص گفت: ای فرزند عبدالمطلب. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در جواب او گفتند که بله، برای جواب دادنت حاضرم. بعداً آن شخص گفت: از تو یک چند سوال دارم و این سوالها را میدهم و از تو خواهش میکنم که با وجود این از آن سوالها به دلت چیزی مگیر. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به آن مرد نگریستند و گفتند که هر چی که میخواهی بپرس. آن شخص شروع کرد به دادن سوالهای خود و اولین سوال او اینچنین بود که آن شخص گفت: تو را به خدای تو و خدای آنانی که پیش از تو بودند سوگند میدهم تو را خداوند به سوی همه مردمان فرستاده است. یعنی او گفت که به خداوند قسم بخور که تو فرستاده خدا هستی و خداوند تو را به سوی همه مردمان فرستاده است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در جواب به او گفتند که به خداوند سوگند است که بله، یعنی به خداوند سوگند است گفتند که من از سوی خداوند برای تمام مردمان فرستاده شدم. بعدا آن مرد گفت: تو را به خداوند سوگند میدهم که کرده است که در یک شب و روز 5 وقت نماز بخوانی. یعنی او گفت که تو به خداوند قسم میخوری که ما باید که در یک شب و روز 5 وقت نماز بخوانیم؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که بله، به خداوند سوگند است که ما باید که 5 وقت در یک شب و روز نماز بخوانیم. بعدا آن مرد گفت که تو را به خداوند سوگند میدهم که خدا تو را امر کرده است که همین ماه رمضان را در یک سال روزه بگیری. فرمودند: به خداوند سوگند است که بله، باید که یک ماه، همین ماه رمضان را در یک سال ما باید که روزه بگیری. تو را به خداوند سوگند میدهم که تو را خداوند امر کرده است تا همین زکات را از ثروتمندان ما گرفته به فقرای ما تقسیم نمایی. یعنی او میگوید که تو آیا به خداوند قسم میخوری که ما باید همین زکات را از آنهایی که داراتر هستند، مبلغ زیاد دارند، از آنها بگیریم و به آدمان نادار، آدمان کمبغل تقسیم بکنیم؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که به خداوند سوگند است که بله. آن شخص گفت: به آن چی که به آن فرستاده شده ای ایمان آوردم و من نماینده قوم خود هستم و نامم زمام ابن ثعلبه است و از قوم بنی سعد ابن بکر می باشم. از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نامه خود را به واسطه شخص به سردار بحرین فرستادند. سردار بحرین آن نامه را برای کسری داد. چون کسری آن را خواند، پاره پاره کرد. ابن عباس رضی الله عنه میگوید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بر آنها نفرین کردند که خداوند آنها را پاره پاره کند. از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نامه نوشته یا میخواستند بنویسند
کسی به ایشان گفت، یعنی میگوید که هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم قصدی نوشتن نامه کردند، یک شخص به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که این مردم نامه بدون مهر، این مردم نامه که مهر یعنی که پیچک ندارد قبول نمی کنند، نمی خوانند. و همین دم میگوید مهر از نقره تهیه نمودند که بر روی آن محمد رسول الله نقش شده بود. و میگوید همان زمان یک مهر یک پیچک از نقره تیار نمودند که در بالای آن محمد رسول الله نوشته شده بود. و گویا میگوید گویا که همین حالا به سفیدی آن مهر در دست پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نگاه میکنه. دوستان عزیز، به شبکه ما در یوتیوب با نام برادری مسلم آبونه شوید و آنجا نوارهای بیشتری ما را مطالعه نمایید. خداوند نگهبان هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.